سلام دوستان عزیز، خوش اومدید به اولین ویدیو زبان اسپانیایی از کانال مستر لنگویج. در این ویدیو قصد دارم حروف زبان اسپانیایی رو از پایه و با تمام تلفظها و ترکیب‌ها به شما عزیزان آموزش بدم. قبل از شروع ویدیو جا داره که تسلیت بگم به تمام هموطنان عزیزمون، به تمام خانواده‌های داغدار ایرانی که کودکان، برادران و خواهرانشون رو در اعتراضات اخیر از دست دادن. همه اونا مثل خانواده خودم میمونن. امیدوارم که زودتر این شرایط تموم بشه و آزادی به ایران برگرده. امیدوارم. حالا شروع میکنیم ویدیو رو. حروف زبان اسپانیایی دقیقاً مانند حروف زبان انگلیسی هستند، با این تفاوت که تلفظها فرق دارن. بعضی از تلفظها در زبان اسپانیایی با زبان انگلیسی تفاوت دارن و بعضی یکی هستن. همانند حروف انگلیسی ما در اسپانیایی حروف کوچک و بزرگ داریم. شروع میکنیم با اولین حرفمون که یک حرف صدادارم هست، ای، یا همون آ به زبان اسپانیایی. حرف آ مانند اصول. اصول. تلفظ حرف آ همیشه آ هستش. یه تلفظی بین آ و ا. حرف بعدی ما ب هست، مانند کلمه لیبرو. لیبرو به معنای کتاب. ب همیشه ب تلفظ میشه در زبان اسپانیایی. حرف بعدی ما س هست. گاهی اوقات س تلفظ میشه و گاهی اوقات که. بستگی داره حرف صدادار بعدیش چی هست. وقتی بعد از حرف سی حروف صدادار ای، ا و وای بیان، صدای س میده. اما وقتی بعد از حرف صدادار س حروف صدادار او، یو و آ میان، صدای ک میده. صدای سی مانند سیلو، السیلو، آسمان. اگه دقت کنین اینجا حرف آی قرار داره بعد از سی، پس صدای س میده. اما در کلمه کوچه به معنای ماشین، کوچه، صدای ک میده چون که حرف او بعدش قرار گرفته. و اگر بعد از حرف سی هیچ حرفی قرار نگیره، یعنی منظورم هیچ حرف صداداری قرار نگیره و حروف صامت بعد از حرف سی قرار بگیرن، باز هم صدای اصلی خودش یعنی که رو میده، مانند اینترودوکسیون. اینترودوکسیون به معنای معرفی. حرف بعدی ما د هست، مانند کلمه دیس. دیس، ده. همیشه صدای حرف د همون د هست. حرف بعدی ما هست ا. ا. توجه کنید دوستان که حرف ا رو با ای انگلیسی اشتباه نگیریم. در انگلیسی ای تلفظ میشه ولی در زبان اسپانیایی فقط و فقط ا تلفظ میشه در همه شرایط، مانند کلمه اسپانیول. اسپانیول به معنای زبان اسپانیایی یا ملیت اسپانیایی. و اینجا حرف بعدی ما اف، همون همیشه صدای ف میده، مانند زبان انگلیسی، مانند کلمه فرانسس. فرانسس زبان فرانسوی یا ملیت فرانسوی. حرف بعدی ما خ هست، همون جی انگلیسی، ولی اینجا خ تلفظ میشه. گاهی اوقات گ تلفظ میشه و گاهی اوقات خ. بس این هم باز هم مثل حرف س بستگی داره حرف صدادار بعدیش چی هست. اگر بعد از حرف گ یا همون خ حروف آ، او و او قرار بگیرن، او همون یو انگلیسی هست، صدای گ میده، مانند گاتو به معنای گربه. گاتو. توجه کنید دوستان. و گفتم که گاهی اوقات صدای خ میده زمانی که بعد از حرف خ یا همون جی انگلیسی حروف صدادار ای و آی قرار بگیرن. ای و آی در زبان انگلیسی هستن اما در زبان اسپانیایی بهشون ا و ای میگن. جلوتر براتون حتما توضیح میدم. خنته. خنته به معنای مردم. دقت کنید که اینجا حرف ای پس از خ اومده و صدای خ رو به ما میده، تلفظ خ. اگر بعد از حرف خ
هیچ حرف صداداری نباشه، صدای اوریجینال خودش یعنی گ رو میده، مانند گرانده، گرانده به معنای بزرگ، مانند همون گرند انگلیسی. و اگر بعد از حرف خ ترکیب یو و آی بیان، دیگه خ تلفظ نمیشه و گ تلفظ میشه. این تنها زمانیه که ما صدای گی و گ رو در زبان اسپانیایی داریم، مانند گیتار. توجه داشته باشین الان این حرف یو اگه اینجا نبود صدای خ تلفظ میشد، خیتار میشد. پس اینجا حرف یو نوشته میشه اما تلفظ نمیشه و سایلنت هست و تنها اثری که روی کلمه میذاره اینه که خ تلفظ نمیشه، حرف خ گ تلفظ میشه. حرف بعدی ما آچه، همون اچ این زبان انگلیسی، با این تفاوت که حرف اچ اصلا در زبان اسپانیایی تلفظ نمیشه و تنها ترکیبی که از حرف اچ داریم س و اچ هست که در کلمه کوچه میبینیم. چه، دقت داشته باشید ترکیب س و آچه صدای چه رو میده، مانند کلمه کوچه. اما اگر حرف اچ تنها نوشته بشه سایلنت هست، هیچ تلفظی نداره، مانند اولا به معنای سلام، اولا. حرف بعدی ما ای هست یا همون آی انگلیسی، اما در زبان اسپانیایی در تمام شرایط ای تلفظ میشه، مانند کشور عزیز خودمون ایران، ایران. این هم از صدای حرف ای. سومین حرف صدادار زبان اسپانیایی. میریم برای حرف بعد یعنی خوتا، خوتا که همیشه صدای خ میده، مانند کلمه خابان، خابان به معنای صابون. حرف بعدی ما که هست که در حقیقت در کلمات اسپانیایی زیاد کاربرد نداره، چون بیشتر در کلمات لون ورد به کلمات قرض گرفته از زبانهای دیگه مانند زبان انگلیسی به کار میره و همیشه صدای که میده، مانند کلمه کوالا، حیوان کوالا، کوالا. حرف بعدی ما هست اله و همیشه صدای ل میده، مانند کلمه لئون به معنای شیر. حرف بعدی ما هست دوبل اله، یعنی یا همون دبل ال، دوتا ال در کنار همدیگر و صدای یه میده. این ترکیب یکی از کمبیناسیون های مهم زبان اسپانیایی هست، یعنی ترکیبات و دومین کمبیناسیون زبان اسپانیایی پس از سه آچه که صدای چه میده. این ترکیب یا همون کمبیناسیون صدای یه میده، مانند یابه، یابه به معنای کلید. حرف بعدی امه، امه که همیشه صدای م میده، مانند زبان انگلیسی، مانند کلمه مانسانا، مانسانا به معنای سیب. حرف بعدی انه، انه مانند زبان انگلیسی صدای نمیده، مانند نوچه، نوچه به معنای شب. حرف بعدی ما که در زبان انگلیسی وجود نداره و تنها در زبان اسپانیایی وجود داره هست انیه، انیه و تنها تفاوتش با حرف انه این هست که یک سرکش رو بالای حرف قرار میگیره و این سرکش دقیقا شبیه آی با کلاه خودمون در زبان فارسی هست که تلفظ حرف انه رو به انیه تغییر میده، مانند کلمه نینیو، نینیو به معنای پسر. یا اینجا یک مثال دیگه هم داریم، مانند اسپانیول به معنای زبان اسپانیایی، ملیت اسپانیایی، یا حتی کلمه اسپانیا. اینجا یک مثال بهتر هم داریم، اوتانیا به معنای فصل پاییز. حرف بعدی ما که چهارمین حرف صدادار زبان اسپانیایی هست او که همیشه او تلفظ میشه، مانند کونخو، کونخو به معنای خرگوش. حرف بعدی ما هست پ
که همیشه پ تلفظ میشه، مانند کلمه پاییس. پاییس به معنای کشور. خب دوستان عزیز، من میرم اون ور که شما یک اسکرین شات از تخته بگیرین. اینجا بعد ویدیو رو کات میکنیم تا تخته رو پر کنیم و با تخته بعدی برمیگردیم. ممنون که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردید. خب دوستان عزیز، برمیگردیم به ادامه ویدیو و تخته پر شدمون. اینجا حرف بعدی ما هست کو، همون کیو انگلیسی که همیشه صدای ک میده، اما زیاد در زبان اسپانیایی با حرف‌های صداداری مانند آ، او و یو ترکیب نمیشه و بیشتر با او ای و او ا ترکیب میشه، مانند اینجا که با او ا ترکیب شده که صدای ک میده، مانند کلمه کسو به معنای پنیر. کسو به معنای پنیر. ببینید دوستان، اینجا یو بی صدا میمونه و صدا نمیده، فقط نوشته میشه. میریم سراغ حرف بعدیمون، یعنی ار. ار که همیشه صدای ر میده، مانند کلمه راتو. راتو به معنای موش، یا کلمه پرو. پرو به معنای ولی. لطفا به این کلمه دقت داشته باشین، چون که مثال بعدیمون خیلی به این کلمه اشتباهت داره و نباید از سمرا با هم اشتباه بگیریم. ببینید اینجا حرف ر تلفظ میشه، یه ر کوتاه، مانند کلمه پرو به معنای ولی. ولی یه ترکیبی داریم که ترکیب سوم در زبان اسپانیایی، یعنی کمبیناسیون سوم، ار یا دوبل ار، بهش میگن دوبل ار، یعنی دوتا حرف ر. صداش دقیقا مثل حرف بالایی، یعنی همون اره هست، ر هست، ولی کشیده تر خونده میشه، مانند کلمه پرو. پرو به معنای سگ. اگه دقت داشته باشین کلمه پرو و پرو خیلی به هم شباهت دارن و توی تلفظشون نباید اشتباه کنین، چون کسایی که به این زبان صحبت میکنن اون وقت ممکنه که منظور شما رو متوجه نشن. پس به یاد داشته باشین تفاوت حرف دوبل اره و اره چیه. تنها تفاوت اینه که تلفظ یکیه، فقط دوبل اره کشیده تر خونده میشه. میریم سراغ حرف بعدیمون، یعنی اسه. همیشه صدای سه میده، مانند کلمه سال به معنای خورشید. سال. حرف بعدی ما هست ت که همیشه صدای ت میده، مانند کلمه تورتوگا. تورتوگا به معنای لاک پشت. حرف بعدی ما هست او و آخرین حرف صدادار در زبان اسپانیایی که صدای همون او میده، دیگه صدای یو نمیده مانند زبان انگلیسی. به یاد داشته باشین. مانند کلمه اوباس. اوباس به معنای انگور. اینجا اگه دقت داشته باشین میبینیم که دو تا نقطه روی حرف یو قرار گرفته. اگه ویدیو رو عقب‌تر بزنین و به یاد داشته باشین، وقتی داشتم حرف خ رو بهتون آموزش میدادم گفتم که اگه پس از حرف خ ترکیب او و ای و او و ا قرار بگیرن، یو فقط نوشته میشه و تلفظ نمیشه و تلفظ حرف جی یا همون خ انگلیسی خ هست، اما اینجا یو کاری که انجام میده نوشته میشه. ببینید و دو تا نقطه‌ای که بالاش قرار میگیره باعث میشه که حرف یو تلفظ بشه و حرف خ اسپانیایی تلفظش به گ تبدیل میشه. ببینیم مانند کلمه پنگوین. پنگوین یا همون پنگوان، به این اکسنت میگن اسنتو تراما یا همون اسنتو ترما یا تراما، که این دوتا نقطه ایه که روی حروف صدادار قرار میگیره و باعث میشه اون حروف خونده بشن و بیشتر در کلماتی به کار میره که از زبانهای خارجی وارد زبان اسپانیایی شدن. حرف بعدی ما هست اوبه، مانند کلمه برده به معنای رنگ سبز و همیشه صدای ب میده، مانند کلمه برده. حرف بعدی ما هست اوبه دوبله، یعنی دو تا اوبه. به انگلیسی اگه یادتون باشه گفتیم W، یعنی دو تا یو، ولی اینجا میگن
به دوبله، یعنی دو تا همون به. این هم صدای و میده، مانند ببخشید صدای ب میده، منظورم مانند انگلیسی صدای و نمیده. این صدا حرف هم صدای ب میده و بیشتر در کلماتی استفاده میشه که از زبانهای خارجی مانند فرانسوی و انگلیسی وارد زبان اسپانیایی شدن. در کلمات اصلی و اوریجینال اسپانیایی اصلا به کار نمیره. ولی خب یک مثال هم گفتم براتون بیارم، مانند کلمه باندا یا همون اسم واندا که یک اسم در زبان انگلیسی هست و آلمانی. میریم سراغ حرف بعدیمون، یعنی اکس یا همون ایکس انگلیسی. صدای اکس یا همون کس میده، بستگی داره در کجای کلمه به کار بره. اگر در اول کلمه به کار بره و پس از اون حرف صدادار باشه، توجه کنید دوستان، در اول کلمه و پشت حرف صدادار قرار بگیره. صدای سه میده، مانند کلمه سیلوفونا، به معنای یک ساز هست، همون اور یا جور بلز. این کلمه در انگلیسی هم وجود داره و استخراج شده از زبان انگلیسی است که زایلافون خونده میشه، اما در اینجا صدای ز نمیده، در اینجا صدای سه میده. اما میریم سراغ کلمه بعدیمون، مثال بعدیمون، مانند کلمه کانتکستو. این کلمه هم از زبان انگلیسی به اسپانیایی وارد شده و توجه داشته باشین حرف ایکس بیشتر در کلماتی به کار میره که برای زبان اسپانیایی نیستن، بیشتر در زبانهای خارجی وجود دارن و از اون زبانها وارد زبان اسپانیایی شده، بیشتر در لون ورد ها وجود داره. اینجا دقت داشته باشین، چون که حرف ایکس پشت حرف بی صدا قرار گرفته، همون تلفظ کس خونده میشه، مانند کانتکستو. حرف بعدی ما هست ایگرکیا یا همون ایگرک هم تو فرانسوی بهش میگن، همون وای انگلیسیه. صدای اصلیش هم یه هست، ولی توجه داشته باشین اگه به تنهایی نوشته بشه صدای ای میده. دقت داشته باشید به تنهایی. حرف ایگرکا توی زبان فرانسوی و انگلیسی در از حرف صدادار هستن و در اسپانیایی هم همینطور، اما زیاد دقت داشته باشید دوستان، در کلمات به کار نمیرن ولی صدادار هستن، البته اگه به شرطی که به تنهایی نوشته بشن. اینجا دقت داشته باشید ای وای به تنهایی نوشته شده، در اسپانیایی به معنای و هست. برای مثال میگیم مثلا کوروش ای علی، یعنی کوروش و علی. یا ببینید تلفظ اصلی حرف ایگریکیا همون یه هست، یو به معنای من، یا یو با همون دستگاه یو. میریم سراغ آخرین حرف در زبان اسپانیایی که هست ستا، همون زد انگلیسی. اینجا که صدای ز نمیده، همیشه صدای سه میده، مانند کلمه ساناوریا که مثال خوبیه و نشون میده که حرف ستا صدای سه میده. اینجا دقت داشته باشین که اچ هم در کلمه ساناوریا نوشته میشه در تمام کلمات. وقتی که اچ نوشته میشه فقط به صورت نوشتاری حضور داره اما سایلنت هست و کاملا بی صدای حرف اچ یا همون آچه به زبان اسپانیایی. اگه دقت داشته باشین در زبان اسپانیایی روی حروف صدادار یه سری خط‌ها قرار میگیره و این خط‌ها که میبینین اینجا براتون نوشتم 5 حروف صدادار رو بهشون میگن اکسنت به زبان انگلیسی، در زبان اسپانیایی بهشون آسنتو هم میگن. نام این اکسنت که خیلی در زبان اسپانیایی به کار میره و تنها اکسنتی است که در زبان اسپانیایی به کار میره، به زبان اسپانیایی میشه آسنتو آگوادو. در زبان اسپانیایی بهش acute accent هم میگن. و تنها تغییری که در کلمه ایجاد میکنه اینه که ببینید توی نوشتار فقط تغییر ایجاد میکنه، در تلفظ و خواندار هیچ تغییری ایجاد نمیکنه. و وقتی که توی نوشتار این حرف رو شما میبینین، این اکسنت ها رو روی حروف صدادار میبینین، معنیش اینه که تغییر میده در کلمه. حالا تغییر چطوری انجام میشه؟ ببینید در کلماتی که تلفظ مشترک دارن این اکسنت ها به کار میرن برای اینکه معنی کلمه رو متمایز کنن. در درس‌های بعدی حتما براتون توضیح میدم و بیشتر کاربرد اونا توی نوشتار و گرامر به کار میره. حتما در دروس آتی که میخوام افعال
و زمانها یا تیمپوس، همون تنس به انگلیسی میگن، بهتون آموزش میدم. حتما آموزش‌های بیشتری براتون ارائه میدم. میریم سراغ کلماتی که داخل این درس باید یاد بگیریم و مربوط به حروف الفبا در زبان اسپانیایی میشن. اگه یادتون باشه ما در زبان انگلیسی کپیتال اسمال الفابتس داشتیم، یعنی حروف بزرگ و کوچک. توی اسپانیایی بهشون میگیم مایوسکولا، یعنی حروف بزرگ. مایوسکولو الفابتا، یعنی حرف بزرگ. مینوسکولا یعنی کوچک. برای مثال میگیم مینوسکولا الفابتا، یعنی حرف کوچک. وکال یعنی حرف صدادار. و کنسونانت، همون کانسونانت انگلیسی، یعنی حرف بی صدا. کنسونانت. الفابتوس، الفابتوس. آبسداریوس، آبسداریوس. هر دوی این کلمات به معنای حروف الفبا به زبان اسپانیایی میشه. کامبیناسیون، کامبیناسیون به معنای ترکیب، همون کامبینیشن هم میگن به انگلیسی، که ترکیبات مهم زبان اسپانیایی ماننده سه آچرا بهتون آموزش دادم که صدای چه میده. و پرونونسیون، پرونونسیاسیون یعنی تلفظ، همون پرونانسیشن انگلیسی، پرونونسیاسیون. و اگه دقت کرده باشید در زبان اسپانیایی تلفظهای ش و ژ وجود ندارن و همچنین ج. اما یه سری اسامی هستن که از زبانهای خارجی وارد اسپانیایی شدن و اگه داخل اسم شما این حروف رو داره، شما باید از جایگزین‌ها یا سابستیتیوت استفاده بکنید. حالا چه کار میتونیم انجام بدیم؟ برای تلفظ ش ما ترکیب CH یا همون سه آچه رو تو اسپانیایی داریم که صدای چه میده. یعنی اگه اسم یک نفر شایان هست باید بگه چایان، چون نمیشه حرفش ش، تلفظ ش در زبان اسپانیایی وجود نداره. برای تلفظهای ژ و ج، از ترکیب دوبل ال استفاده میکنیم که صدای ی میداد. خب برای مثلا اگه اسم کسی ژاله باشه یا جمشید باشه، به ترتیب باید بگیم یاله و یامچید. ببینید این تلفظها در زبان اسپانیایی وجود نداره و ما باید اونا رو تبدیل کنیم و از جایگزین‌ها استفاده کنیم. دوستان عزیز، ازتون خیلی تشکر میکنم که تا اینجای ویدیو ما رو دنبال کردین. ویدیوهای بعدی رو روزهای بعد حتما براتون آپلود میکنم با کیفیت بهتر. امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشین و هر چه زودتر شرایط اینترنت بهتر بشه. دوستان عزیز، خداحافظ، روزتون بخیر.